عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزانی که ما رو دارید از کانال یوتیوب دنبال میکنید. مرسی بابت این که ما رو سابسکرایب میکنید و ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. ما قطعاً با سابسکرایب کردن، حمایت و پشتیبانی شما دلگرمتر از روزهای قبل میشه. در ویدیوی قبلی در مورد برنج ما با هم دیگه آموزش دیدیم که یه برنج ایرانی رو چجوری باید شناسایی کنیم و روش‌های پخت برنج‌ها، روش اول چلو و روش دوم پلو رو کامل با هم دیگه آموزش دیدیم. حالا میریم روش‌های سوم و چهارم پخت برنج، یعنی روش کته و دمی رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم. روش‌هایی رو که در زندگی روزمره ما مخصوصاً کته بسیار بسیار زیاده. پس تا انتهای ویدیو حتما همراه ما باشید. عزیزان دل، من شف کامیار هستم و امروز در خدمتتونم با آموزش کته و دمی از روش پخت‌های برنج. روش کته‌ای که شاید خیلی از شماها هزاران بار در زندگیتون اون رو درست کردید. یا درست در اومده یا نه. خیلی توجه نکردید. ولی ما می‌خوایم با هم دیگه اصولی فرق بین کته و دمی و پخت صحیحشون رو یاد بگیریم. کته همون برنج خیسانده شده یا گاهن خشکی که به آب در حال جوش اضافه می‌کنیم. پس اینجا لازمه که شما حتما ویدیوی قبل رو که در مورد چلو و پلو و پخت برنج بود رو نگاه کنید و به این ویدیو رجوع کنید. خب، برنج خیس شده یا خشک رو به آب در حال جوش به همراه نمک و روغن لازم اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید. در قابلمتون رو به هیچ عنوان نباید بذارید. خب، آب در حال جوش، برنج، نمک و روغن بهش اضافه شده. شروع کرده به غل زدن. این کار تا زمانی ادامه پیدا میکنه که آب برنج کاملا کشیده بشه. خب، شما دارید اینجا آموزش کته رو میبینید. برنجتون به همراه نمک و روغن که به آب در حال جوش اضافه شده و شما منتظرید که آبتون کاملا خشک بشه. این کار تا زمانی ادامه پیدا میکنه که روی قابلمتون کاملا فقط یک برنج یک دست و بدون آب رو شما مشاهده میکنید. سپس حرارتتون رو کاملا کم کنید، سر قابلمتون رو بذارید تا کاملا دم بکشه. خب، شاید از همون بپرسید که این کته بود، هممون بلدیم و فرقش با دمی، اصلا دمی چی هست و فرقشون چیه با هم دیگه. به اون آب در حال جوشی که شما برنج و نمک و روغن رو اضافه کردید، اگه سیفیجات، سبزیجات و حبوبات پخته شده رو اضافه کنید و بذارید آبش کاملا چیده بشه و در قابلمه رو بذارید و دم بکشه، به اون میگن دمی. میگید مثال بزنید، میگیم استانبولی. میگید مثال بزنید، میگیم دمی گوجه. غذایی که هممون توی روزمرمون مادرامون درست کرده و ما هم نوش جان کردیم، ولی شاید اسمشون رو به صورت اصولی و یک آموزش درست آشپزی بلد نبودیم. خب، تا اینجا آموزش دمی و کته رو با هم دیگه دیدیم. یه پخت برنج دیگه باقی میمونه، اونم پخت برنج تهچینه. بله، درست شنید. تهچین یک روش پخت برنجه. تهچینی که خیلی از شماها توی رستوران‌ها مشتاقید که اون رو تست کنید، ولی نمیدونید به چه صورت و به چه مدل اون رو باید توی منزل درست کنید. اینجا ما با هم دیگه آموزش یک تهچین کاملا برشته و رستورانی رو با هم دیگه یاد میگیریم. تا انتهای ویدیو حتما همراه من باشید. عزیزان دل، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. کته و دمی تموم شد و ما حالا میخوایم با هم دیگه تهچین رو یاد بگیریم. تهچین چیه؟ تهچین همون برنج آب کشیده شده یا دم کشیده شده‌ایه که ما اون رو به همراه ماست، انواع لبنیات و خامه ترکیب میکنیم. میخوام یه آموزش تهچین رستورانی درجه 1 رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب، به ازای هر نیم کیلو برنج دم شده، شما مجازید که 1 عدد تخم مرغ، 20 تا 30 گرم ماست چکیده یا ماست 7، 2 یا 3 قاشق غذاخوری زعفران، 1 پینچ هل، 1 پینچ دارچین. شاید بگی پینچ چیه؟ پینچ اصطلاح آشپزی نوک انگشته. 1 پینچ دارچین، 1 پینچ هل و
2 تا 3 قطره گلاب. اونم به خاطر اینکه شما بوی بد زخم تخم مرغتون توی تهچین اصلا حس نشه. همه موادی که عرض کردم رو به برنج نیم کیلوی دم کشیده شدهتون اضافه کنید. کاملا با هم دیگه قاطی کنید و یک بافت یک دست رو پیدا می کنید. در اون موقع شما ظرف مخصوص تهچینتون رو بیارید. کف ظرفتون رو از حد معمول بیشتر روغن بزنید. چرا؟ شاید شما بخواید مدت بیشتری ظرفتون روی حرارت باشه. به خاطر همین، به خاطر اینکه کف تهچینتون نسوزه، شما حتما باید روغن بیشتری رو به نسبت برنج کف ظرف تهچینتون بریزین و مواد رو به صورت یک دست درون ظرفتون بریزین و اون رو داخل فر بذارید. چند بار فرتون رو نگاه کنید. تهچینتون رو نگاه کنید. صدای جلز و ولز و طلایی شدن دور تهچینتون رو که دیدید، مطمئن باشید شما یک تهچین کاملا برشته رستورانی و درجه 1 رو دارید. مرسی بابت این که با هم دیگه شما هم صبوری کردید و تهچین رو هم یاد گرفتیم. ما انواع پخته برنج، چلو، پلو، کته، دمی و تهچین رو یاد گرفتیم. به نظر من پرونده برنج تا اینجا کاملا بسته شد و شما هر موقع مشکلی در پخت برنج ایرانی یا روش تهچین داشتید، این 2 تا ویدیو رو در کانال شف کامیار نگاه کنید و مطمئن باشید دیگه در پخت برنج هیچ مشکلی ندارید. ممنونم بابت این که تا این لحظه با ما بودید. ممنونتون میشم که ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ادامه ویدیوها حتما ویدیوهای بعدی رو هم نگاه کنید. شبتون خوش.